درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز پنجشنبه 7 ایول را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم می‌کنیم. در برنامه امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت بیشتر از 8000 سرباز آمریکایی در افغانستان تا آخر سال میمانند. اوضاع امنیتی در افغانستان هنوز هم پرخطر باقی میماند. کاهش تقاضا به ماشین در داخل تاجیکستان سبب افزایش صادرات نقلیات از کشور شده است. 3000 ماشین می‌درآمد. عباس کیارستمی یکی از استادان سینمای معاصر ایران و برنده چندین جایزه بین المللی درگذشت قرار است او را در تهران دفن کنند. در تاجیکستان فعالیت یک مؤسسه خیریه با نفوذ ایران را بازداشتند. در این باره روز 7 ایول در وزارت عدلیه به رادیو آزادی خبر دادند. با گفته وزارت، کمیته امداد خمینی قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی را پامال کرده است و برای همین فعالیتش متوقف شد. سفارت ایران گفت نامه رسمی در این باره نگرفتند. کمیته امداد امام خمینی سال 1996 در تاجیکستان دفتر تأسیس داد و به یتیمخانه و معیوبان و مردم محتاج کمک‌های بشردوستانه می‌کرد. با مساعدت این سازمان در تاجیکستان آموزشگاه‌های هنرهای مردمی از جمله کارگاه‌های قالی‌بافی نیز تشکیل شده‌اند. سفیر آمریکا در دوشنبه میگوید در واقع تاجیکستان با تهدیدهای جدی به مثل تروریسم و افراطگرایی روبروست، ولی ضمن مبارزه نباید به سرکوب مخالفان دولت راه بدهد. الیزابت میلارد در این باره روز 7 ایول ضمن گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی اظهار نظر کرد. تاجیکستان با تهدید جدی روبرو است. مبارزه با افراطگرایی خشونتبار و تروریسم برای یگان کشور آسان نیست، ولی به فکر ما گذاشتن فرق میان اپوزیسیای سیاسی آسایشته و افراطگرایی خشونتبار مهم است. او همچنین گفت دولت تاجیکستان باید به آزادی بیان در کشور احترام بگذارد، زیرا آزادی سخن یک رکن اساسی دموکراسی به شمار می رود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت سرعت اخراج نیروهای کشورش از افغانستان را سست‌تر می‌کند و قرار اخراج بسیاری از نیروها را به دوش رئیس جمهور آینده آمریکا می‌گذارد. باراک اوباما می‌خواست از حساب تقریباً 10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان بیشتر از نصف آنها را تا آخر سال 2016 از افغانستان بیرون کشد. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی به این اقدام بهای بلند داد. خیرمان بخوزاده گزارش می‌دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت با نظرداشت اوضاع ناامن در افغانستان 8400 سرباز آمریکایی تا آخر امسال در این کشور نگه داشته می شوند. باراک اوباما روز 6 ایول در کاخ سفید در واشنگتن گفت ماموریت این نیروها تغییر نمی‌یابد و آنها همچنان سربازان و نیروهای پلیس ملی را در افغانستان تمرین می‌دهند و در عملیات ضد تروریستی به آنها کمک می‌کنند. باراک اوباما وعده داده بود که هزاران سرباز آمریکایی را تا آخر سال 2016 از افغانستان بیرون میکشد و تنها 5,500 نفر آنها میمانند. اعتراف کرد که نگرانی‌های امنیتی همچنان باقی ماندند. اوضاع امنیتی در افغانستان هنوز هم پرخطر باقی میماند. با وجود آنکه نیروهای امنیتی افغان بهتر شدند، ولی به حد ضروری قوی نیستند. آنها با کمک ما برای تقویت توانایی جمع‌آوری اطلاع، تدارکات لشکرکشی، هوانوردی و فرماندهی و نظارت کار میکنند. این زمان طالبان همچنان خطر باقی میمانند. در بعضی حالات آنها پیشرفت هم کردند. رئیس جمهوری آمریکا که سال 2009 به قدرت رسید وعده داده بود که به ماموریت‌های جنگی سربازان ایالات متحده در عراق و افغانستان خاتمه می‌دهد. ولی یک ارزیابی تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در مقایسه با سال 2001 زمان آغاز عملیات ضد تروریستی به رهبری آمریکا در افغانستان، حالا طالبان قلمروهای زیادتر را زیر دست دارند. باراک اوباما درباره اوضاع در افغانستان در آستانه نشست سران کشورهای ناتو در ورشاو صحبت می‌کرد که روزهای 7 و 8 ایول صورت می‌گیرد و قرار است آنجا کشورهای عضو به حمایتشان از حکومت کابل تاکید کنند.
تاجیکستان در 6 ماه امسال فروش ماشین به کشورهای خارجی را چندین مراتب زیاد کرده است. آژانس آمار اعلام کرد میزبان خارجی در این مدت با ارزش تقریباً 30 میلیون دلار از تاجیکستان ماشین خریدند. سبب افزایش صادرات ماشین از تاجیکستان که مروت ماشین هم استحصال نمی‌کند در چیست؟ برات یوسفی گزارش می‌دهد. از تاجیکستان که ماشین تولید نمی‌کند در 6 ماه امسال صادرات آن به خارج 8 برابر افزایش یافته است. در این مدت از کشور با ارزش 28 میلیون دلار ماشین فروختند، از جمله به کشورهای خلیج فارس. ماشین‌های قلم‌وگیرایی که در حدود تاجیکستان هستند را به دبی چی کرده شدند؟ صادر کرده است. قیمت‌تر از همون ماشینا با ما پریاموی میاد، ماشینا ارزان میاد و ما بعد به دبی رفته قیمت میفروشند، کم قیمت میفروشند. خریداران ماشین‌هایی که تاجران تاجیک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به خصوص کشورهای ساحل بالتیک می‌آورند، در کشورهای همسایه نیز کم نیستند. قرغیزستان میبرند، افغانستان میبرند. افغانستان بسیارترگی جیپ‌ها میبرند، برای که در اونجا در طلبات اونجا هم ماشین‌های بلند به فکرم جوابگو هستند، به هم خاطر اوایل میبرند. بحران اقتصادی و پایین آمدن قیمت ماشین‌ها در داخل تاجیکستان و کم شدن خریدار تاجران را وادار کرده است که بیرون از کشور میزاج جستجو کنند. این تجارت یک منبع واردات ارز نقدی خارجی به مثل دلار شده است که حالا در تاجیکستان کمچین است. این زمان نمیگذارند بازار سرد ماشین فروشی یکباره کساد شود. در بازار ما تقریبا از 1100 تا 1600 1500 ماشین هر هفته وارد می شود. همین 1500 1600 ماشین تا 150 200 ماشین همین آرامانه سودا شده از بازار برآمده می روند. از سال پیش زیادتر بود، تا 300 تا 250 تا 3000 3500 ماشین می درآمد. حاضر نیست، ماشین هم کم است. میزاجان میگویند با وجود پایین آمدن قیمت ها زورشان به خریدن ماشین نمی رسد. خیلی ماشیناشون همه جای نه چندگوشون یک وجه و یک خیلی ممکن یک 2 ماه 3 ماهی شده همینجا موندگی نه ماشینشون. باز اینجا ما چند ماشین رفتیم ماشین را نگاه کردیم، مثلا گپ 70000 تومان 85000 تومان، مثلا گپ 30000 تومان 40000 تومان، مثلا گپ و یا نرخ‌های پیشه میگیرن با کرسی پیشینه که میگیرن، مثلا گپ همون نرخ قپیده هوزی، مثلا گپ کرسی ما خستگی کمتر قیمت خیلی میکنه. سال گذشته به تاجیکستان 18000 ماشین وارد کردند که در مقایسه با یک سال پیش 5% کمتر است. دادگاه ناحیه فیض‌آباد روز 7 ایول محاکمه یک جوانی را شروع کرد که به قلابی و سوء استفاده از نام مقامات بلندپایه متهم می شود. به گفته دادستانی پرویز سلیمزاده 25 ساله خود را مشاور رئیس جمهور معرفی کرده است و به چند مقام امر داده است که نفری را به منصب دیگری تعیین کنند. پرویز سلیمزاده را ماه اپریل دستگیر کردند. در این باره صحبت داشتم با همکارم میرزانبی خالق‌زاد که قضیه را پیگیری کرد. میرزانبی درباره جزئیات این پرونده می گفتی که چگونه به پرویز سلیمزاده میسر شده است چندین نفر را فریب کند. بله تویر، ببینید این بار اول نیست که پرویز سلیمزاده با این جرم بازداشت می شود و به محاکمه کشیده می شود. وی در گذشته نیز با همین عمل قلابی خودش بازداشت می شود و به محکمه کشیده می شود و به زندان محکوم می شود. اما با افتادن به قرار عفو و از محبس از زندان آزاد می شود. پرویز سلیمزاده در سال 2013 به باور یکی از ساکنای تاجیکستان شهربانو وارد می شود و به باوری او دست می یابد و با پیشنهاد اینکه شوهر او را از زندان مسکو روسیه به تاجیکستان انتقال میداد برای ادامه دوره جزا، از وی $3100 یعنی میگیرد و اون را دیگر به ضروریات شخصی خودش استفاده میکنه و دیگر از پیش شهربانو ناپدید می شود. در سال 2014 یعنی یک سال بعد وی به باوری یک نفر دیگر که اون هم شوهرش در زندان روسیه انیقترش در شهر اولیانوفسک زندانی بوده است، گلبرگ حاتمووا، یعنی به باوری وی می درآید و در عوض $2000 با وعده اینکه شوهرش را از زندان اولیانوفسک به زندان تاجیکستان انتقال میدهد گرفته و به همین ناپدید می شود و دیگر به نزد گلبرگ حاتمووا برنمیگردد و با در نظر داشت این و عملهای دیگری قلابی پرویز سلیمزاده بازداشت می شود و به محکمه کشیده می شود و به زندان محکوم می شود و این بار دوم است که دادگاه ناحیه فیض‌آباد پرونده او را بررسی دارد.
و میرزا نبی آیا توصیه های این فرد را به نوبت گرفتند و در مقام کسی را تعیین کردند؟ بله طایر، دادگاه ناحیه فیض‌آباد 50 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان به محاکمه پرونده جنایی ساکن همین ناحیه پرویز سلیمزاده آغاز نموده است که وی با جرم قلابی ایبدار دانسته می شود. پرویز سلیمزاده در ماه مارس سال روان با استفاده از نام وظیفه مشاوری پرزیدنت تاجیکستان به حکومت ناحیه فیض‌آباد در تماس می شود از طریق تلفن و بخصوص رئیس اداره کمونالی این ناحیه نصرالدین را وادار می کند که رئیس اداره این کمونالی را برکنار کند و به جای او میرزا گلوف را تعیین کند. اما بعد از این دستوری وی نصرالدین سرپیچی می کند و این دستوریا به اصطلاح فرمان او را اجرا نمی کند. پرویز سلیمزاده با استفاده از سابقه قلابی که داشته است و با معاون اول حکومت همین ناحیه در تماس می شود و زیارت اکرموف یعنی معاون رئیس حکومت این ناحیه را دستور می دهد که نصرالدینوف را از وظیفش برکنار کند و همچنان اون دستورهایی که قبلا آنها جابجا باید اجرا کرده شوند. پرویز سلیمزاده به درجه اون را متقاعد میکند که معاون اول رئیس حکومت ناحیه فیض‌آباد این فرمان جابجا کنی کادرها را میگیرد و به نزد رئیس حکومت همین ناحیه میاد که این فرمان را اجرا کند. اما در همین اثنا پرویز سلیمزاده بازداشت می شود و اون به مقامات امور داخلی ناحیه فیض‌آباد سپرده می شود و بعد از این پرونده او به دادستانی کلی تاجیکستان فرستاده می شود و دادستانی کلی تاجیکستان یک ماه قبل پرونده او را به دادگاه ناحیه فیض‌آباد یعنی جای زیست پرویز سلیمزاده می فرستد. تشکر. میرزا نبی خالقزاده از دوشنبه صحبت می کرد. در تهران صدها نفر با روشن کردن شمع یاد عباس کیارستمی کارگردان شناخته ایرانی را گرامی می‌دارند که در سن 76 سالگی درگذشت. عباس کیارستمی که از بیماری سرطان رنج می‌کشید روز 4 ایول در شهر پاریس پایتخت فرانسه فوتید. فیلم‌های او در جشنواره‌های بین‌المللی از جمله فیلم طعم گلاس سزاوار جایزه اصلی جشنواره فیلم کن در فرانسه شده است. بابک و برنامه ما خوش آمدی. خودت که با چهره‌های شناخته و هنرپیشگان و کارگردان‌ها در ایران صحبت کردی، راجع به درگذشت آقای کیارستمی چی میگویند؟ همچنان جامعه فرهنگی و هنری ایران در یک شوک و ناباوری به سر میبره. خیلی‌ها هنوز باورشون نشده که آقای کیارستمی افتخار سینمای ایران از دنیا رفته و با نوعی ناباوری دارند با این موضوع برخورد میکنند. بسیار ناراحتند، به گونه‌ای که برای بعضی‌ها حتی صحبت کردن سخته. اما در مجموع میشه گفتش که سینمای ایران و جامعه فرهنگی و هنری ایران داره کم کم کنار میاد با این خبر و سعی میکنه که بپذیره که چنین کارگردان بزرگی در میانشون نیستش و باید بپذیرن که یکی از مهمترین چهره‌های فرهنگی و هنری ایران از دست رفته. و درباره شخصیت خود او در ایران، درباره سهم عباس کیارستمی در رشد سینمای ایران بیشتر میگفتی؟ سینمای ایران رو پس از انقلاب سال 57 میتونیم بگیم که با آقای کیارستمی دنیا شناخت و فیلم‌های او، مجموعه آثار او، سبک فیلمسازی او باعث شد که راه برای فیلمسازان بعدی سینمای ایران هموار بشه و اونها هم بتونن به جشنواره‌های مختلف بین‌المللی در دنیا راه پیدا کنن و همینطور بتونن همکاری‌هایی داشتن با سینماگران شناخته شده بین‌المللی، اونها بتونن در فیلم‌هاشون بازی کنن، حاضر بشن که در ساخته‌های سینمای ایران حضور داشته باشن. سبکش از سبک دیگران چه تفاوت داشت؟ آقای کیارستمی به روایت جریان قالب زندگی بدون هیچ اضافه‌ای، بدون هیچ وارد کردن اون چیزی که خودش به نام جریان مصنوعی زندگی میگفت قائل بودش. از نظر مضمون فیلم ها میتونیم بگیم که آقای کیارستمی یک ستایشگر بزرگ مفهوم زندگی بود. در مهیبترین اتفاقات مختلف زندگی مثل زلزله، آقای کیارستمی همچنان به دنبال ستایش زندگی و بهانه‌ای بود برای زندگی. و قرار است که کی جسدیشان را به تهران برای دفن برند؟ سفیر ایران در فرانسه گفته که پیش بینی می‌کنیم روز جمعه بتونیم پیکر آقای کیارستمی رو به ایران منتقل بکنیم و بعدتر مراسم تشییع پیکرش برگزار بشه. و
صحبت کامل و اخبار بیشتر در این باره در وبسایت ما، در صفحه آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.